الان رسیدیم میدون تکسیم، ابتدای خیابون استقلال، قلب منطقه توریستی و تجاری استانبول. بریم ببینیم بلک فرایدی تو استقلال چه خبره. دمیرورن یکی از مراکز خرید در خیابون استقلاله که چند شعبه بزرگ از برندهای ترک از قبیل دیفکتو و کتون در اون وجود داره. در طبقه زیرین هم یه فروشگاه بزرگ اختصاصی لوازم ورزشی هست. درسته که تخفیفاتی وجود داره، ولی به دلیل شرایط اقتصادی بدی که برای همه در سال جاری ایجاد شده، امسال اینطور که از شواهد مشخص قدرت خرید مردم پایین اومده. از طرف قیمت اجناس هم بسیار بالاست. خلوتی مراکز خرید گویای این مسئله است. علت اصلی وجود کرونا است که همه چی رو به هم ریخته. اینجا هم که یه فروشگاه لوازم تزئینی و انواع اکسسوری متناسب با موقعیت زمانی بیشتر ویترین به تزئینات کریسمس اختصاص داده شده، ولی خب همونطور که می‌بینیم چندان مشتری هم دیده نمیشه. استانبول یکی از شهرهای پرتوریست محسوب میشه که رتبه سوم رو در کل دنیا داره. همونطوری که امروز دیدیم کرونا باعث شده اینجا هم از لحاظ اقتصادی از رونق بیفته. هر سال بلک فرایدی در استانبول متفاوت بود، شور و حال خاصی در همه جا وجود داشت. مرسی از اینکه با من همراه بودید. به امید روزهای خوش و پر از سلامتی برای همه مردم دنیا و از بین رفتن هر چه زودتر این ویروس منحوس.